طول و قصر آلت تناسلی مهمه یا نه؟ رضا باباعلی هستم، متخصص طب سنتی با بیش از 10 سال تخصص در این زمینه. میخوام تو رو راهنمایی کنم تا یک نتیجه خیلی خوب و یک علم خیلی خوب داشته باشی. خانوم ها بیشتر از اینکه طول و قطر آلت تناسلی براشون مهمه، این حرکات و رفتار شماست که مهمه. خانوم ها بیشتر از طریق گوش ارضا میشن، با نوازش، با بغل کردن، با بوسیدن، با معاشقه قبلش. این مهمتر از بحث آلت تناسلیه. اینو تا اینجا داشته باش. این واقعیتی که بهت میگم پس از کلی تحقیق به دست آوردم و تو هم قد بدون اینو گوش کن. کمپانیایی مثل برازر، مثل پلی بوی که میدونی تو چه وضعیتی کار میکنن و هدفشون چیه، اینا میان فراخوان میدن از بین کسایی که آلت بزرگی دارن 100 نفر رو میگیرن، از بین این 100 نفر 5 نفر رو انتخاب میکنن، باز از بین این 5 نفر میان با تزریق و کلک های دوربین و کلک های سینمایی این فیلم ها رو میگیرن و به شما نشون میدن و شما فکر میکنی که هر چقدر آلت بزرگتری داشته باشی رابطه خیلی خوبتری داری، در صورتی که اینجوری نیست. بستگی به کشور، منطقه، خورد و خوراک، آب و هوا و مراقبت هایی که توی دوران جوانی و نوجوانی میشه داره. یه نکته خدمت پدر مادرای عزیز بهت میگم: شروع دوران بلوغ، شروع دوران نوجوانی باید به فکر آلت تناسلی فرزندت باشی. خودت خجالت میکشی ببریش پیش دکتر و حتی چک سالیانه و 6 ماه یه بار بیضه ها و آلت تناسلیش رو داشته. نکته بعدی که خیلی مهمه: ما ایرانی‌ها رو از همون بچگی قنداق میکنن، یا انقدر لباس زیر تنگ میپوشی، یا این شلوار جینای لعنتی رو، یا این شلوارای تنگ رو انقدر میپوشیم که باعث میشه که اون بنده خدا هوا نخوره و جلو رشدش گرفته بشه. خیلی مهمه. اما بریم سراغ سایز ایدئال آلت تناسلی در مردان ایرانی. ما همه آقایون یک بارم تو عمرمون شده با خطکش سایز زدیم که ببینیم چقدر است چقدر نیست. اما میخوام بهت بگم که این چجوریه. سایز ایدئال برای مرد ایرانی بین 13 تا 15 سانتی. زیر 13 باشه یعنی 10 تا 13 باشه میشه کوچیک، و از 10 هم کوچیکتر باشه میشه میکروپنیس، یا ما بهش میگیم هسته خرما یا تخم سنجد یا آلت تناسلی کوچیک که باید خیلی زود به فکرش باشیم. اما اگر تو همین سنی که هستی میخوای به فکرش باشی، بیا تا من راهکارش رو. توان جنسی مرد به بیضه هاشه، یعنی هر چقدر بیضه قوی تر باشه قدرت جنسی و عملکرد جنسیش و حالا بحث بچه دار شدنش خیلی بهتره. آلت میشه مرحله دوم و تو که مردی باید 6 ماه یه بار، سال یه بار حتما توسط متخصص طب سنتی معاینه بشی که بیماریهایی مثل واریگوسل و بیماریهایی که مربوط به بیضه هست رو نگیری. آلت تناسلی بزرگ میشه یا نه؟ جواب این سوال پیش منه. یه سری از دوستان میگن دستگاه وکیوم، یه سری میگن عملهای جراحی، یه سری میگن استفاده از روشهای گیاهی. اما من میخوام یکی یکی بهش بپردازم و تو رو آگاهت کنم. این ویدیو بدون هیچ تبلیغیه، پس قدرشو بدون. ببین، بازوهاتو میخوای قوی کنی باید اول ورزشش بدی، باید عضلاتش رو محکم کنی. ببین حتی این لاله گوشی که به این نازکیه، بعد از یه مدت شما ماساژ بدی، این چون قزروفه بعد از یه مدتی بدن خودشو میسازه و این لاله و این قزروفه گوش بزرگتر میشه. بازوهات همینطور و آلت تناسلی هم از این قضیه مستثنا نیست. میخوام بهت بگم که با روش گیاهی، با روشی که من بهت میگم، طی 3 ماه استفاده 3 تا 4 سانت افزایش طول و قطر آلت تناسلی رو خواهید داشت. اما میخوام از مضرات تزریق در آلت تناسلی بگم. ببین نکن، این سرنگ تزریق میشه به آلت. ببینید آدم طی مدت زندگیش ممکنه لاغر بشه، چاق بشه و هزار تا مشکل واسش به وجود بیاد. این اگر اتفاق بیفته چاقی لاغری، این حالت برآمدگی و رده رده میشه. دستگاه وکیوم بعد از استفاده زیاد از حدش و طولانی مدتش باعث میشه که رگای آلتت پاره بشه و نعوذ قوی نداشته باشی. مضرات عمل جراحی هم بهت نمیگم دیگه، خودت میدونی دیگه.
ممکنه خوب بشی، ممکنه نه. اما میخوام راحت ترین و ساده ترین و بی‌ضررترین راه افزایش سایز آلت تناسلی با روغن خراطین رو بهت بگم. یه تاریخچه در موردش بهت میگم. روغن خراطین از سمت هند و ترکیه اومده و خراطین چیه؟ کرمای خاکی تو باغچه است، اما نه هر کرمی. الان بلندشی بری کرما خاکی تو باغچه یا تو گلدون رو تو سوا کنی بگیری ازش استفاده کنی، نه. اینا باید تغذیه خوبی بشن، در عملیات خاصی پرورش پیدا کنن و خشک بشن و روغنشون طی مدت 2 ماه گرفته بشه. تماما میشه روغن خراطینی که میتونه به شما جواب بده. ایرانی و خارجی هم نداره، فکر نکن خارجی پول بدی بهتره. ما تو مملکت خودمون چیزایی داریم که خیلی خوب جواب. بهترین روغن خراطینی که توی پایه بادام استخراج بشه و عمل آوری بشه. این میشه روغن خراطین خوب. و یه چیزی هم بهت بگم، این تبلیغایی که میبینی در شبکه‌های ماهواره‌ای و حالا شبکه‌های دیگه اینستا و یوتیوب، اینا تماما بیسش روغن خراطینه. نهایتش بیان ترکیب کنن روغن خراطین، روغن زالو و روغن قوست. و فکر نکن یک چیزی که معجزه میکنه، نه. تماما ترکیباتش این ستاست. قدر این ستا ترکیب رو بدون، سعی کن از جای معتبر بخری که نسبت به طب سنتی هم زده نشی بگی آقا من 1 ماه 2 ماه زدم نتیجه نگرفتم. اول اینکه باید حداقل از 3 ماه شروع کنی به زدن تا نتیجهش رو ببینی، و دوم اینکه از جای معتبر تری. طریقه ماساژ اصولی با روغن خراطین که از یک تکنیک قدیمی که ریشه در طب سنتی داره گرفته شده. این فرض کنید آلت تناسلی شما 3 حلقه اوکی درست میکنید. این به مدت 1-2 دقیقه خالی خالی ماساژش میدید که پوست به اصطلاح تحریک بشه و گرم بشه و احساس داغی کنید. تند تند این کار رو انجام نده فکر کنی خیلی بهتره، نه. آروم آروم به مدت 2 دقیقه ماساژش بده. اندازه 10-15 قطره روغن خراطین، زالو، قوست، این ستا باشه چه عالی. نشد همون روغن خراطین تنها هم جواب میده. میریزی با همون حلقه اوکی ماساژ میدی آروم آروم رو به بیرون. به نوک آلت که رسیدی فشارش رو بیشتر میکنی و بعد از 10 دقیقه یه حوله داغ کن بذار. نکته مهمتر اینه که به هیچ وجه لباس زیر تنگ نپوش، چون هر چی زده بودی با روغن خراطین و این میپره. و اینم بهت بگم اگر آلتت برافراشته باشه، یعنی نوز پیدا کرده باشه یا به اصطلاح خود راد شده باشه، شما افزایش قرص داری، اما اگه خوابیده باشه افزایش طول داری. و اگرم حین این کار ارضا شدی عیب نداره، 2 مرتبه ادامه بده. خودم با این روغن خراطینی که درست کردم و اصولی هم درست کردم 70% رضایت مشتری داشتم. یعنی خیلی ها رو از شر این دغدغه و این مشکلی که باعث شده طلاق ایجاد بشه نجات دادم. اگه تو هم دوست داری این روغن رو داشته باشی، آیدی تلگرامم اینجاست، پیام بده و منو سابسکرایب کن که انگیزه بگیرم بازم از این ویدیوها واسه